با سلام خدمت بینندگان عزیز و عرض وقت بخیر. خواستم امروز یک صحبتی درباره انتقاد داشته باشم و نحوه برخورد با انتقاد. خواستم به این صورت عرض کنم که انسان به هر شکلی که باشد مورد انتقاد قرار میگیرد. یعنی انسان نمیتواند رفتاری را در پیش بگیرد که انتقاد از او انجام نگیرد. به این معنی که اگر مثلا شخصی حتی خیلی درستکار باشد، این شخص قطعا افرادی پیدا می شوند به اوی میگویند که به زبان عامیانه بگویم مثلا بابا این همه درستکاری چیست، این چه کاره تو میکنی، انتقاد میکنند. اگر راهی کج برود باز میگویند این راه کجی است، این انتقاد دارد، نباید این کارا بکنی. به هر جهت، حتی راه متوسط بروی، هر نوع بروی، به سام مورد انتقاد انسان قرار میگیرد و تنها راه برخورد با انتقاد این است که انسان افکار خود را، البته سعی کند افکارش خوب باشد، درست باشد و به اصطلاح حقوقی و منطقی باشد، افکار خود را به کار بگیرد و به اصطلاح به انتقادات توجه چندانی نکند. البته یک انتقاداتی ممکن است وارد باشد یا به اصطلاح سازنده، آن جای خود دارد. منظورم از بحث از این است که کلاً انسان هر نوع رفتار کند مورد انتقاد قرار میگیرد. باید افکار خودش را انجام دهد و به اصطلاح کاری به این حرفا نداشته باشند. ممنون و متشکرم.